سلام عزیزا، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با هم درباره واقعیت داشتن اجنه و یا نداشتن اونا صحبت کنیم که آیا اونا میتونن انسانو به جایی برسونن یا نمیتونن. این تقریبا دومی یا سومین ویدیوی، شاید هم چهارمی ویدیوی چنلمون هست که دارم براتون آپلود میکنم. حمایت کنید، ویدیوهای بیشتری براتون میذارم. همینطور بگید که دوست دارید پارت 2 و 3 و 4 او ویدیوی خاطرات ترسناکم براتون بسازم و ویدیوهای بیشتری در این بابت براتون بسازم یا نه. حتما توی کامنت ها بنویسید و از ویدیومون حمایت کنیم تا پارتای جدیدش رو بسازیم. اجنه در زندگی ما نمیتونن دخالت کنن و شرایط داره که بتونن دخالت کنن که در ادامه بهتون میگم. همونطور که توی یه فیلم کوتاه که براتون گرفتم توضیح دادم، توی خود کتاب قرآن نوشته که اجنه وجود دارن و در کنار انسان‌ها زندگی میکنن، اما انسان‌ها قادر به دیدن اونا نیستن، ولی اونا میتونن انسان‌ها رو ببینن. در واقع اجنه فقط دنبال داشتن یه زندگی آرومن، اجنه‌های مسلمان. اجنه کافرم که خودشون دنبال بهونه‌ان، بعضیاشون که بیان داخل زندگی انسان‌ها دخالت کنن و موکل اونا بشن و یا حتی به اونا آسیب بزنن. اما باید یک نفر اونا رو یا طلسم کنه یا نفرین کنه یا مأمور کنه و یا حتی با یک سنجاق ساده، اگر طرف کاربلد باشه، دعانویس باشه، با یک سنجاق ساده هم میتونه اجنه رو دستگیر کنه در واقع و اونا رو مأمور به انجام کشتن یه نفر یا ثروتمند کردن یه نفر بکنه. البته که این کار ساده نیست، باید یه سری مراحل خیلی سخت رو انجام بده و همچنین که اونا اجنه فقط دنبال داشتن یه زندگی سالم و معمولی هن و اگر انسان به سمت اونا بره، یکی از اعضای خانواده اونا چه به قصد چه به غیر قصد بکشه، به قتل برسونه. حالا ممکنه روی بچهش پا بذاره که قدیم این حرفو میزنن، بعضیا ممکنه بگن این چه حرف چرت و پرتیه و یا حتی میگن آبجوشو با بسم الله بریزید. البته که این زیاد واقعیت نداره، ولی هر چیزی یه دلیل منطقی پشتشه که کسایی که تجربه کردن این داستانو اومدن و این ضرور مسئله رو نوشتن. برای مثال وقتی میگه پا میذاری رو اجنه توی بیابون، یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما داری راه میری، اجنه اکثرا داخل بیابونا زندگی میکنن و در جاهای خلوت یا متروکه که از چندین هزار سال قبل یا چند صد سال قبل ساخته شدن زندگی میکنن و اگر شما به محدوده اونا برید و بخواید اونا رو اذیت کنید یا بخواید وارد محدوده زندگی اونا بشید، ممکنه بهتون آسیب بزنن و یا حتی اذیتتون کنن که شما رو از اون منطقه بیرون کنن. در واقع شما روی توی بچه اجنه پا میذارید یعنی چی؟ یعنی ممکنه توی بیابون داره جا میرید، یه دفعه مثل بچه‌ی نوزاد ما که اگر پا روش بذارین نمیفهمه. بچه اجنه البته بعضیاشون مثل بچه‌های ما نیستن، خیلی با ما تفاوت دارن. بعضیاشون اگه ممکنه روشون پا بذارید و یا اونا رو له کنید، چون به راحتی ممکنه له بشن و پدر مادرش خانواده‌اش بیان و شما رو اذیت کنن. همچنین این حرفی که من دارم میذارم شاید فکر کنید خنده داره، اما اگر راجبش تحقیق کنید میفهمید که این موضوع واقعیت داره. و یا حتی آبجوش ریختن، اگر شما در خانه اجنه زندگی کنید و یا در جایی که خونه اجنه است برید و محل سکونتتون بشه اونجا، ممکنه بچه‌هاشون به این ور اون ور برن و ممکنه شما روی اون آبجوش بریزید و چون اجنه بعضیاشون از آبجوش بدشون میاد و بچه‌هاشون اونقدر مثل خودشون مقاوم نیستن که بتونن آبجوشو تحمل کنن و از بین نرن، ممکنه بچه‌هاشون بمیرن، از بین برن و اونها هم همونطور که انسان‌ها اگه کسی بچه‌شون رو بکشه عقده میکنن، اونها عقدهشون کینهشون خیلی شطوری‌تره نسبت به انسان‌ها. همونطور که موضوع قبلی رو گفتم، کسی باید اونها رو اجیر کنه. دعانویس یا آدم خیلی کاربلد و قدرتمند هست که میتونه اونها رو اسیر کنه و مأمور انجام اون کار کنه. البته این کار خیلی خطرناکه، چون که اگه اون جنی که اسیر شده آزاد بشه، ممکنه کل خانواده و خاندان و اون انسانی که اسیرش کرده رو ریشه‌کن کنه، چون همونطور که گفتم اجنه خیلی کینه‌ای هستن. خب دوستان، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و سوالاتی که راجع به اون دنیا و اجنه دارید و از من بپرسید، من حتما بهتون جواب میدم و ویدیو کوتاه بعدی یا شاید هم بلند بعدی که براتون بسازم درباره اون دنیاست که اون دنیا اجنه چطور محاکمه میشن، انسان‌ها چطور محاکمه میشن و چه جوری به انجام میرسه، تا جایی که تو قرآن نوشته و خدا برای ما محدود کرده که بدونیم این داستانا، براتون حتما تعریف کنم. لایک کنید و بگید چه سوالاتی درباره اون دنیا و اجنه دارید که من براتون توضیح بدم. ممنونم که ویدیوی ما رو تماشا کردید. خدا نگهدار.